چرا رفتی بگو ای به وفا تو از بری ما. من برو وردم آهنگ خوندم، متاسفانه سراینده بودن که استودا گرفتن خوندن. 1 2 3 4 مویون به خدمت تیار. میگویند که موسیقی از دل برآورد زیقی. سلام بینندگان عزیز، مخلصان ارجمند، هواداران و طرفداران موسیقی سرود ترانه. بنده حسن چیله به یگان مکر و حیله آمدم نزد شما آباد کنم محفله. یک برنامه خاصه داریم، برنامه ساز و آواز با هنرمندان جوان و خوش سلیقه پیشکش شما میگردونیم و انشالله امید داریم که برنامه ما به شما پسند میآید، چون که برنامه ما طریق زنده صدا میدهد، با صدای زنده صدا میدهد و هنرمندانی هستند که صدای آشنا، صدای شناس دارند و میخواهند که بازم هنر خود را صیقل بگیرند تا اینکه مردم از هنر ایشان بهره ور شوند و از ترانه های این هنرمندان بهره بگیرند. هنرمند آمد از درواز با ترانه موسیقی ساز. آمد انا علیشیر هنرمندی خوش‌آواز. بشنوید، گوش کنید عاشقان، دلاتون بقپین التماس. با خیال عشق تو عاشقی را سر کردم، من سودا دل به حرفای تو باور کردم. ترک من کردی و از ولی دلم بخبری. من که تو به عشق تو خواندم و از بر کردم. چرا رفتی بگو ای به وفا تو از بری ما. نمیدانم چی بد کردم نه آی نگیری خبری. من گناهی من چی بود بگو با من ای دلبری من. همه رنج و غم و درد و عذاب نهادی بر سری من. دل بیچاره من بردی و غارت کردی، رفتی با یاری دیگر خنده و عشرت کردی. من چی بد کرده بودم از بری من قهر کردی. تو با عشق منی دل داده خیانت کردی. چرا رفتی بگو ای به وفا تو از بری من. نمیدانم چی بد کردم نه آی نگیری خبری من. گناهی من چی بود بگو با من ای دلبری من. همه رنج و غم و درد و عذاب نهادی بر سری من. خسته نباشی. اکا حسن جان بخشش در پیش گفتون، اگر کدام خواهشمند دست مقصد برای کلیپ تماشا کردن یا که برای دیگر سرودای مرا مقصد تماشا کردن، مرحمت با کانال مقصد یوتیوب در آیند علیشیر علی هستم، تماشا کنند. بله، علیشیر علی در سایت می نویسید، سرود کلیپ پیدا می شود، شما می توانید برای راحتی تماشا کنید. یک نقل است که یک هنرمند در یک جا بسیار ترانه سرایی میکنن، بسیار آوازی خوب دارد، آوازی مرغوب‌دار شیرین دارد، در وقتی سرود خوانی چشماش قاق میپوشیده است و یک برادر در بالای سرش ایستادگی میگه اکا همین آوازی شیرین داری، آوازی فورم داری، چوه در وقت خواندن چشمات قاق میپوشی
مردک چشمشوی کاس که هیچ کنیست با گفته که من نمیخواهم که همین تماشابی نرفتن شبینم برای این چشم خاک میپوشم. علیشیر جان صدای شیرین فورم داره. یک سرودی نو تیار کردیم. علیشیر جان میترسه که همیشه هم ندیزم بخونم بو. برای میگم در اینجا پیش مده بخون که بدونن سرودی تهای هیچ کس حق نداره بگه که مولی من است. البته این سرودم با کلام بنده تعلق دارد خطا نکنم. شعر از حسن چیله است، آهنگ از علیشیر جان، علیشیر علی است. تکمیل موسیقی ارانژروف کاست کیست؟ ارانژروفشیک معروف اویف. معروف جان اویف یکی از هنرمندان مشهوری ما معروف جان اویف همین تکمیل موسیقی رو پیشکش شما کرده است. ترانه از بنده حسن چیله، آهنگ از علیشیر علی میشنویم. مرحبا. با یادی گلی رویت با بویت بویت منم دردی استوجویت بیا دوستت میدارم غریب و خسته حالم در عشقی تو بنالم تو هستی در خیالم بیا دوستت میدارم برگرد عزیزم من عاشقم هنوزم تا که من از غمی تو ای به وفا بسوزم بشنو فیغانم باید تو بخوانم ای یارکی فراری چرا رحم نداری مرا جو کن با قلبت با این جدای لعنت مکن بر من خیانت بیا دوستت میدارم مرا بگیر در آغوش دل غم شود خوش مرا مکن فراموش بیا دوستت میدارم برگرد عزیزم من عاشقم هنوزم تا که من از غمی تو ای به وفا بسوزم بشنو فیغانم باید تو بخوانم ای یارکی فراری چرا رحم نداری. سلامت باشید.